ба ягон сарояндаи машҳури зан таҳрик нефе безор карди ту хити духтар ки хити арӯз ки хе шу ки хе чи ки ҳа бача девонӣ чи ту як бора ки ду бора се бора чор бора ҳа бача има баромад мекуну бардам чи мехезу мерама ярақчи духтарони ки ҳа бача баса яка ёки духтарта Ki sambusa kulçay, iqtiray. Aldıram. Pavlo kıçama. Pausa. Bovar ki yine ya bugaz ya kantar bugaz ya. Kantar bugaz. Gazide metori bugaz. Aldıram öyle. Manijajon sozi ma Sadiyum. Biyamizden deyimi mı bışa? Deyimi bışa. дорухонаи шифофармо доруҳои табииро ба шумо пешниҳод мекунад. эпимедиония паста барои боқувват кардани мардонагии бадан, шахсоне ки бефарзанданд, баланд бардоштани фоизи сперма, хунукгирифтагӣ, по варакашӣ ва ҳамчунин барои ҳавсаларо баланд кардан. мази ҳанзал барои дарди миён, даст, по, ревматизм. равғани хелба барои хунукгирифтагии гурда, пешобдон, простатит, сангу намаки гурда. самёнванд барои иштиёҳ ва бузбала шудан. اینها سبب خدا شفا فرما همه رازی شما. سلام مخلصان و هواداران برنامه 10 شرط. میدونید این نوبت مهمون برنامه ما کی است؟ این نوبت مهمون ما یکی از چهره های شناخته حج نفری که مدت 1 سال است مخلصان زیاد خواهش میکردن که او در برنامه ما شرکت ورزیده باشد و این لحظه ها ما با یک تقبازی زیاد او را به برنامه خود دعوت کردیم. دعوت ما را قبول کردن. سعدی یاوانی یا خود سعدی عربشا کمپانیا. خوش آمدید به برنامه. سلامت باشی عبدالرحمن جان. من بسیار برنامه شما دو مخلصم. بسیار کم همو تماشا میکنم. خیلی از مقتول است. برنامه شما 10 شرط. بله. 10 شرط یا 10 شرط نه. 10 شرط. داو درامو جان تو 10 بگو پاپ شرط شو بگو. کو بگو 10 بگو. 10 شرط. شما ترسیدید که 10 شرط است برای همین نیومدید برنامه. یا برنامه در رادیو بود کو 10 شرط یا بچه گاو میزد. چون کردم اون برنامه. زنده باشید و با مخلصان چی گفتن هستید؟ سلام علیکم مخلصان گرامی قدر، همه شما رو دوست می‌داریم. ما با شماییم. نصیب باشه برنامه را با همراهی عبدالرحمن جان یگان برنامه خیلی هم جالب و عجیب هم خیلی پیشکش شما گردانیده میشود. تا خیره کجا گرفتید؟ تا خیره همین ofis شما که درش بندیتون میگم که همین شناس تا شناس دست رو شدم که شما می‌کردم که تا خبر اومد گرفتم سرم دومانو که بالا بروم این مایده بزرگی خیدم شد. زنده باشید و اگر شما همین 10 شرط ما رو پورا اجرا کرده توانستید از جانب برنامه ما با شما 200 سامانی تحفه کرده میشه. اگر آماده باشید مرا شروع میکنیم. کدام طرف؟ اگر خوب باشه زمین یک شما یا من؟ شما خودتون میکنید. بلند میخونید اجرا میکنید. بلند. یا اونی خچی میگن؟ بلند. با منیجر عربشا زنگ زده با او گوید که زن دویم شما شود. زن دویم شما شود. زن دویم؟ بله. از بعضی معلومات ها که شما کدام تلفن زنگ میزنید؟ تلفن خودتون خط اگر تلفن من پلیود موندگی. با تلفن من زنگ میزنید؟ نبرداره. بشیر نبرداره چی؟ نبرداره. بیا چی میکنیم؟ با تلفنی کی گام میزنیم؟ خیلی کویا با ما زنگ میزنیم. اگر تلفن ما رو نگرفتن بگو با نه اگه برداشت بگو که شما خطی اکای سعدی گام زنید؟ نه بگو که من سعدیم خطیش هم خیلی گام زن. میدونین چه میگن؟ اینطوری محبت نکنین. خیلی میدونین تجربه کلان داره. بسیار فوتبال هم گریوان داره خیلی.
اگر در کار باشد ممکن که با گوشی رو نبرد. الو سلام علیکم. سلام علیکم. وعلیکم السلام. منیجر جان سازی من سعدیم. سادی. یا جای به آواز برو. آجی. کدام رستوران ده یه توی ده الو. سازی منیجر جان. میشرم از تو. کارو نزای. سازم از اینجی بود. شناختی من. الو. شناختی من. سعدیم من. بابا. باور کن منیجر جان. باور میکنی نمیکنی. هم ناز دیدم بیا میزنی دیم بشه. هم معلمی مرامی هم مر در خدی را بینه ای تایم منیجر گرفتگی می نسام دل تر گرفتگی نیستم کو برای هم میگو که بیا همو ایروسی اختن ما میتره زنی دیم بگیرم روزی تو شما همچون اکا میدونم همچون صبح میدونم روز دیگه روزی شیدن هم میتونم بخشیش داره تو значит خود داری چی ها خاک خود میدونی که من دارم خواهی داشته باشید مدام حتی بیو با مال خیر آمد این نگره گپ تاوی چکر میشه اخی ای تلفن تزن زدین خیت کردم در را وای خیت کرد باید با تلفن نه که ولی باید روزی مشکوب با تزن میتونی میگم آدرامان جان توی دو بیو بعد توی دمیرین بله بله زنده باشه مرامت شرطی اول به ایشمونو در دریق تیچش بگم قدر آدرامان جان خوی دین شکلی دیگه مرامت شرطی دیم رو میگه دیم خای کو میگیریم شرطی دیم اوه یک دونه زنجبیل رو خورید آدرامان جان نه که تو سال کردیم زنجبیل بخور ها بچه آدم یگان او خود میاره با زنجبیل ختی میخوره اخی زنجبیل تاخیر چیکار میخوری برنامه که گوشم باید که باید میجرو کنم بخورا خب بیور زنجبیل را من هم مخلصان عزیز زنجبیل الک اومده است غوسه کنی که غوسه که آدرامان جان اخلا امیر یعنی نمیشود بیاری سلفکت اونیمیت مکه بیا آدرامان جان پروانه کنی منم بیا یا توضیح کنیم که ای خدا کمی تیز نباشه بسم الله الرحمن الرحیم باور که عبدالرحمن جو هندوستان رو همشه این دیست که با فکر من دیگه خورده نمیتونم بخورم تا هندو که با همین زنجبیل تیز میخورم باور که یه سال همین کمانی فوتبال ختی هندوستان رفتیم ورینیوش هم تیز داریم باور که یا مقام تیز میخوردیم باور که اینه یا بگاز بیا یا کمتر بگاز نه کمتر بگاز گزیده میتونی بگاز تیز و در وقتانگی افانه نشیمون چه خیلی بخورید آدرامولی او تو بیاره جیگرود برز آدرامان بخیده تیز بده یا او بیار آدرامان جو که سوخت می بخیده خودم تیز گرم او بیار که گرفت الان یک نولا نخورده چوی خرید در اومدنی ای باور که من در حال تو یه نه چوی چاق نمیکنم عرقه چاق میکنم بخدر ساس چی داخل؟ خواهی یه روز نه یه روز ترام کرد میغالتا من تر زنجبیل نه مورچ میتونم زنده باشه من شرط سیو رو منیم بیا اندر همین تیزیش برو ای باور که کشتی من نخورده که خیلی شده ای باور که این زنجبیل در حیاتش فکر نداشت که من میخورم شم در یک دقیقه یک سامبوسه رو خرید انا در یک دقیقه در یک مینوت یک دقیقه شما یک سامبوسه کوبیو این سامبوسه زکاسنویه های کوبیو بیا سامبوسه یک نام داره سنتر آوردگی مخصوص برای شما بود میشه سامبوسه ساعت نگاه کن من گفت صرفاً پیچ بگو صرفاً پیچ کردگی باور که سامبوسه نیست کلچه یک قدرای ها آدرامو سامبوسه رقم یک
در دوشنبه ساعت نگاه کن. شو خدام میخوام میشه ممکنه نه بچه بغیر خنا من رو پند نکنه با مزه اینه سمسا گازنی با مزه توزه حالا که 20 ثانیه شما رفت 40 ثانیه گمون این خیلی کردم خدا بخورین شد مثل گو گو کردم میکنه خدا میدونه شما اسپید نکنه نمیکنه اسپید نکنم 42 پاول کشم چاو دیگه اوش نمیکنه او 53 متاسفانه وقتی شما به انجام رسید ولی شما میتونید که سمبوسه رو خوردنش رو ادامه دهید نه نمیخورید این میمونو میرم خونده بخورم باشه زنده باشید رحمت عبدالرحمن با مذهب دوخی؟ به حد به منظور بدهیم اقلا با وقت کم بده بگن؟ وقت کم بده بوار کی زنجبیل چخیری زنجبیل ایره کی شینونده ایره کی چینده ایره کی فروخته ایره کی خریده از اوی بدنم دوزه تیزی نرفته میترسم موسو برم اولی شاو غمت زنده باشید من شرط دیگر رو میبینیم حال بخورم من سمبوسه هم خوردی بوار که ترزون بدی عبدالرحمن جان شرط چهارم ها؟ بله شرط چهارم نه که یا رقصی دخترونه که بچه معقول نشد چی؟ یک با مهر نگاش داری و فیلم فکر کسی که چه رقص کنی رقص یکم میکنی رقصی نمیدونم عربی میکنی ترکی میکنی به موزیکی چه خیلی رقص میکنی آخی؟ من با شما موسیقی میمونم مایلمون موسیقی میمونم هیا بلو میکنی یک موسیقی شوخی تاجیکی رقص کمپیری میکنید دختری میکنید زروبیج نیچ خیلی خیلی کالی مونتو بقا یکا یوتی دختر تا تو بکنم زنجبیل دادن دهم سوخت از اوی بدن سوخته سای با بولوی سوخته نموگو خطه رقصی دخترانه که سمبوسه را که خوردی بقواد میشه همین حافظ در توی میره و سری دل ما گرفت اوشا میخنه قوی شوربه و میخزه 3 ساعت میخونن شما رو همون 10 ثانیه رقص که گفتین تمام خیلی مایلم من شرط دیگر رو نبینم شرطی 1 2 3 4 5 شرطی پنجم زور رقص میکنه که صدی یکون میگوی که یکون انسان در کار کار باشید رحمت با یگان سرایانده مشهوری زن تخریک یه نفه بزار کردی تو خط دختر که خط عروض که بخی شو که خی چی که ها بچه دیوانی چی تو یا باره که 2 باره 3 باره 4 باره ها بچه این ما برمازی بکنو بردم چیکار نه خزو برم ها ادام هم خیلی میشه ادام میمون رو حرمت میکنم خط دختر که خط عروض که بخی شو که شما حجم‌نگار هستین وظیفه شما باید که از اجرای همه شرطا باید با حجم‌نگار هستین تو باید میگیرین میپرونین مونا نگه که فوتبال بسیار کردی بسکتبال بسیار کردی استاد سخت بوده خیلی که عبدالرحمن جان خیلی خفن شد یکم عصبانی شدم هیچ گم دارم مرحمت با یگون سراینده تقلید نمیکنی سراینده با شبنم سرایای منیجه دولت و نم فیروزه حافظ و بسیار اکم رنگ اوزه و دخترانه نمیتونم یگون سرود بخورم پروس هم خمیشه دخترانه باشه چخه سرود دخترانه اوزن دخترانه مانند نیست یا خیلی خیلی کوشش کنید تقلید کنید با کی تقلید میکنی نخواه از همین سراینده بانوی ما یگون نفر باشه ما معقول نباشه سرودش گوش نکنیم نه گوش میکنم اما سرودی کی رو میخونم نوزیا میشه باور نمیکنم که مرا دوست داشته ای گلهای محبت
من باور نمیکنم. خب کن که سر می فیره بیته اوستش خونه سرمزه سرم گرم میشه دیگه نمیخونه قبول سرود نزیاره تمام زنده باشین بیا شرط دیگر رو چشمان تو حوزی رو برام دیگه عبدالرحمن همون زنجبیل خود تو خیال لیست چیکاری برو بگذم یه همین سری برنامه ما همین است که یک حیات همون در خاطرت میموند مرا شرط دیگر رو میبینیم با آوازی سه پرنده تقلید کنین خیلیش میشه عبدالرحمن جان خیلیش میشه این پرنده بود کلامش دیگه نفیدم پرنده دوست داشتتون چیه؟ خروس ایش این چه این دوکه ای بسایه زاغ چهار مرده باور که یا بار دیگه برنامه شما دو بیم گرام زو پارک بریم مرا شرط دیگر رو میبینیم عجایب خروز آواز خروز یاپونکا کردیم یکی ما یاپونسکی یاپونسکی همش توریه خروزا یاپون در یک دقیقه سه پفک رو دم کرده کفونه این نکی عبدالرحمن جان تو باور که میدونی اینا باید با نفس کفونه خیلی با دست نیا با همین نفس دم که تا کفیده باشه این سه تر موس بنده میکنم خیلی ما 2 دقیقه میمونیم میشه ماله 2 دقیقه شما باید که باید بکفونی ها با نفس پوف خطی بکفونی بله پوف کفونه ای خیلی نمیکفه میکف میگی خیلی کفونه میشه در کلوب استقلال پوفک آدمش دم کردگی و مختار ایوده این شهر به خوبی میبراید وقت داره او یک دقیقه هم نشده شما دم یک دقیقه هم میتونسته یک دقیقه 4 ثانیه در شما توانسته شما را اگه ولکانیزاسیا کرده تو باور که زنجبیل تست خودم همون کارامو تست کردم عبدالرحمن جان شما دیگه در کار بشه کن شما را اگه ولکانیزاسیا کرده بگیره که برای ماشینا را بالونش دم کرده یا منو دم میکنه نه اینجا عیبی من نیست عیبی هم زنجبیله و یا مقومی تیزه باور که خیلی که گفتن نتونسته سم نگم زنده باشید برای شرط دیگر رو میکنیم الان که شرط هفتم شد یا هشتم خیلی سوک عبدالرحمن جان هشتم دو تیزگویا کی شوگوی آنه تیزگویا تیز گفتم در کرام بله تیز گفتم چالپاک چالبو چالا چالب چپ چال چالپاک چالپاک چالبو چالا لب لب چپ چال چالپاک میزدم آمدی میرماش خالی میرزم آمدی میرش مات گرد میر ای باور که عبدالرحمن جان من میره بیان نگو هم دوره استودنتی نمالی میخیزم میگفت گاوزن امیر گاو میزدم نمیتونست بعد کوشش نکردن که یاد بگیره آخه میزدم کوشش کرد که باور تست گاوزنیم زنده باشه بیا شرط دیگر رو میگیم شرط دیگر این چموشه یا نهوش های کار بشه با آوازی سه حیوان تقلید کنیم دیوازگی با گاو شاخ زن تقلید نکنیم ما را شاخ نزنه یا که هم خری کشتا میزنه کو سه چی سه حیوان در تقلید کنیم سه حیوان تقلید کنیم آره بیست میاو
پیشکی نمیگه. بس یادم تو هم بودیم حیوان کار رفتی. این آخرانگیش همون سگچه روسی. هم مجاد چی در هم میگه گرانت کفوندگی. زنده باشید. این شرط رو هم خوب اجرا کردن. شرط آخران چی باشه؟ خودت میدونی آخران چی؟ همه کفوندی مزده میشه. همه خوب هجینه پجینه خوب میبینم. یک لطیفه شوخ نقل کنید. نه شرط آسان. در مکتب میونه معلم سه طالب رو میخزونه میگه که فلانی اجازه میخزه میگه که مالش اجازه میخزه با میگه که پدرش ما چیکاره؟ پدر چیکار میکنه؟ میگه پدر ما کارکنی گایی. ما میگه زندگیتون چه خیلی از زندگیتون. بعد طالب میگه معلم جان زندگی ما 100% ما یگون کامبودنی داریم به درجه عالی. میگه آفرین بشی. بعد دیگه‌ش میگه که فلانی شما اجازهتون بخزین پدر شما چیکار میکنه؟ بعد این طالب میگه که معلم جان پدر ما لیسانس زده کار میکنه. بعد معلم میگه زندگیتون چه خیلی؟ بعد طالب میگه که زندگی ما 100% معلم جان یگون کامبودی داریم. چیزی که دلمون میکشه اوتومون میگه میاره میخریم میپوشیم میگردیم. من میگه آفرین بشین. بس ایمانگیش میگه که فلانی تو اجازه بخیر پدر شما چیکار میکنه؟ چیکار میکنه؟ من میگه که پدر من تاکسی است. من میگه زندگی شما چه خیلی؟ میگه معلم جان راستش بگم همین اوتی هر دنیا باشه زندگی ما هم دوره. باور کولم تیزیش نرفته عبدالرحمن جان. من خفن گرفته سه ایسو قلمفر عرق کردم. آفرین همین آدم‌ها که در برنامه قلمفر میخورن. اکمل جمعه 5 قلمفر خورده بود. تو خیلی تیز سالیانی را. یک تیز این بود. سالانی رو ما بانکر میخورم. تیز بود نه اون که. سالانی با در چیشی تیزش میره. این خو. نه او خورد بیچاره کو. پگشت زنگ میگه هم قشنگ و غمی میداد که زنده باشید. و مخلصان عزیز چگونه که شما شاهد بودید سعدی از گروه عرب شو کمپانی کوشش کردن شرط های ما رو تا حد امکان با مهارت بلند اجرا کنند و چون در آغاز برنامه ما وعده کرده بودیم 200 سومانی رو بر کرده شما و شما از جانب برنامه ما توفیق کرده می شود. سلامت باشه. اکی 200 تومان ما جورا میرم چکه میخرم دوغ میخرم جرغاد میخرم تو سحر میخرم که همون تیزی زنجبیل تو با خیلی من که گفتی چکه میخرم شکرهای بول لذت میکنه. شما رو فرا کردن در کالا عبیزیت نکب میزن. زنده باشه. و برنامه چه مخفول شد نشد؟ مخفول شد. برنامه به درجه عالی سطح بالا گذشت. نه که همون زنجبیل نمیشده بزرگ میشده. همین عجایبیش همین است که یک عمر در حیات شما نقش میبندد. و در آخر با مخلصان چی تمنیات دارید؟ دوستان عزیز مخلصان گرامی قدر از همه شما از زمین تا آسمان ما می‌نداریم که برنامه‌های ما را با واسطه کانال تاجیکان گروپ تماشا میکنین. ما از شما از زمین تا آسمان می‌نداریم. همه وقت با ما باشید. ما با شما ما شما رو دوست می‌داریم. تاجیکستان مون تین باشه آرام باشه صلح و صلاح باشه سیر پوری باشه ارزانی باشه. بله زنده باشید. بار دیگر خوش آمدید به برنامه 10 شرط تاجیکستان با پیش.